دوستان، امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشین. من هامی هستم از کانال هامی گیمر. بچه‌ها اومدم بهتون یاد بدم که داخل ماینکرافت چجوری اسم وسیله هاتون رو به یه اسم دیگه بذارین. بریم سراغش. بچه‌ها اومدم بهتون یاد بدم الان که چجوری اسم اشیای داخل ماینکرافتتون رو بذارین یه اسم دیگه به اسم دیگه تغییر بدین. بچه‌ها اول میریم داخل این بخش. بذار ببینم کدومش بود. الان پیدا میکنم و بهتون آموزشش رو نشون میدم. فقط اگر پیداش کنم. احساس میکنم پیدا نمیشه. بچه من ویدیو رو کات میکنم و اینو پیداش میکنم. بچه اسم رو پیدا کردم. کتاب رو نگاه کنین، اسمش اینه. میخواین اسکرین شات بگیرین. این وسط های ویدیو هم عکسش رو میذارم. حتما چی کنین؟ حتما فکر نکنم بذارم، ولی حالا شما تا من اینطوری چیز میکنم لایک و سابو بزنین. یه دقیقه است، کلا یه دقیقه. لایک و سابو بزنین بی زحمت. اسمش هم اسکرین شات بگیرین یا ویدیو رو استاپ کنین، داش اسمش رو برین داخل ماینکرافت پیدا کنین. حالا میریم سراغ درست کردن این چیز. خب حالا من مثلا میخوام بنویسم هامی. خب نوشتم هامی. خب الان یه تبر بهمون میده که روش نوشته هامی. عجیب نیست خدایی؟ بچه ها مرسی که ویدیو رو لایک میکنین. امیدوارم از این ویدیو خیلی خیلی لذت برده باشین. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.